گپ زدن نمیخواهی؟ اگر گپ زنم جان چند کس میبراید. بعد اون چی که گفتم همه گپت همین؟ به فکرم من زیاد گفتم. خدا حافظ. یگید ما دیگر وان نمیخوریم. به من چی شد خدایا؟ نمیدانم چیکار کنم. آشکارا گپ زنم؟ نه، خوب نکردم. نمی شود. آخر دختر گناه ندارد. خاطر این پدرش چرا دختر را گناهکار دانم؟ نه، او را باید برگردانم. خدایا کجا شد؟ ایست بگه مالیکا! بیهوده دلی نازکش را آزرده کردم. دلی آزردگان سنگ را هم پاره می کند. گوش میکنم آقای کابوتر. بله دیدم. با ایگید وار خورد. راستی باوری کس نمی آید. مایلش حاضر می آید. چه حال داری شیر بچه؟ اگر تو را با باغچه‌ات نسپارم، پدرت از بیخوابی میمیرد. میفهمی؟ و مثل دیگران ما لایق محبت نیستیم. اینقدر بی‌طالع بودم. مادرت رفت، کاری تقدیر گفتیم. حلیمه را هم خدا گرفت. خدا گفته طاقت کردیم. این چه تقدیر است بچیم؟ به کسی دلم گرم شود، زود در بالای سرم ابر سیاه پیدا می شود. حاضر سری ملکه را هم در بلا ماندم.
بگذار نجیب سردار کمی انتظار شوند. چشمانم محکم می شود. سردارم، تکبیر گفتن این قاتل مرا خانه گردانیده نمیتواند. شما چی فکر می‌کنید؟ راستی گپ من هم به این سخنهای اونقدر باور نمیکنم. گویا که برای رضایت خدا گفته باشد. لیکن فکر میکنم که این حادثه برای پخش وسایط اخبار عامه آماده شده است. با همه معلوم است که در حادثه گذشته گناهکار کی بود. قاتل حتما یافت می شود. سرچشمه این گفته ها یک می باشد. تحفه نوبل رو میگیرد. سردار شما را در تالار مدیر انتظار است. خوش آمدید محترم مدیر. خوش باشید. خوش آمدید. خوش آمدید. خوش باشید. خوش آمدید. حادثه های در جنازه بوده را شنیدم. تبریک میکنم. به همگان نشان دادید که پلیس دارای چگونه رفتار است. سلامت باشید محترم مدیر. آن چیزی که از شما فهمیدیم آن را تطبیق داریم. نجیب سردار، این زن در وقت جنایت آنجا بوده است. قاتل وقتی قتل تکبیر نگفته است. راست میگوید بانوی محترم؟ بله. سه بار رئیس گفته داد زد. ما چیزی رو نفهمیده پران. چهره قاتل را دیده توانستید؟ نه ندیدم. زیرا بعد پراندن زود گریخته رفت. تشکر خانم. تشکر سلامت خانم. خوش باشید. خوش باشید. خوش باشید. سردارم، افسوس که کامراها در تعمیر بودند و ثبت نکردند. در دستمان ثبت نیست. تنها یک چند پیشنهادها است و خلاص. نشان داد شاهدان هم بسنده نیست. به مثل همیشه در این خلوت همه در غم جان خودشانند. محترم مدیر، و این گناهکارها نفرانی هستند که دائما آماده‌اند. در آسمان ابر نباشد هم کوشش باریدن میکنند. باوری شما را دریافتن برای ما بسنده است. شما را در حالت ناگوار نمیگذاریم. مطمئن باشید که این مسئله حل خود را مییابد. راست میگوید. به طور عاجل یک دو موضوع را بررسی کردم. البته. وای بیتو تماشا کردی. تنها تماشا کردی. وقتی مردن ما تماشا کردی. آخر من گناهی نکردم. با مرگمون تو جوابگری. آخر میخواستی ما نجات میفتیم. در آنجا بودی. تو هم در آنجا بودی. میتوانستی نجات دهی. من هرچی از دستم آمد کردم. وای بیتو من گناه نکردم. به من گوش کن. میخواستی ما رو نجات داده میتوانستی. البته نجات میدهم. به تو وعده میدهم. اکنون دیر شد. خیریت خواب بوده است. ایست. انا امانادم. همین بود. نفری که بیغوا دست داده بود برآوری میکرد. نمدو ثبت را زود به شعبه استخبارات روان کن. شاید چیزی آنها دسترس کنند. اطاعت سردارم.
نجیب میگذاریم به دیگر موضوع. مرحمت مدیر. فکر میکنم که اوید بعضی دادورکنی های وطن و ملت و این چنین وزارات کمیته های کشور خبردار هستید و آماده عمل نو باشید. نهایت وقتی آن رسید که ما دشمن را از خود دور کنیم. از این خاطر با تعلیمات مخصوص تو با یحیی زکی حرکت مشترک آماده کرده عملیات را پیش میبرید. من هم بازپرسی را ادامه میدم. این عملیات کمی مخفی برده می شود. اکنون به بعضی کارها اجازه دارید. آقای پروکورور چیزهای لازمه را شرح میدهد. لیکن از پیشتر دیده با دقت می شوید. در این مسئله حیات دیگر پلیس ها نیز در خطرند. حتی وضعیت به زن و فرزند نیز علاقمندی دارد. خواطر نشوید مدیر. من و بچه های در گروه هم بوده برای خدمت به وطن دائما آماده هستیم. لازم باشد جان و دل خود را فدای وطن خواهیم کرد. مهم این که باری گرانی در پشت بودن نیست شود. مطمئن بودم که چنین خواهی گفت. تاریخ روز را ثبت کنید. نام عملیات مذکور ارگن کندو. کاش که آنجا بر وقتر عمل میکردم. از نزدش دور نمی شدم. خیلی دیر شده است. فاتحه را هم باید از باغچه گیرم. این قاتل را در زیر زمین هم باشد باید پیدا کنم، وگرنه وجدانم آرام نمیگیرد. نگاه کن، حسابات توقفگاه آمده است. چه خیلی؟ امین ها. چی؟ خرسند نیستی مگر؟ نه، چرا؟ گوش کن چی میگویم. فیفی زنگ زده به ما وظیفه نو داد. نه خود، چی کار؟ خودت میفهمی. کمی مشکلات دارد. ما باید راه کشاییم که نفس آزاد کشد. با من معقول است. خوب این طور باشد این را بگیر. رفتیم. سال بود که نمی خورد و نمی نوشید. شب و روز کار میکرد. مکافاتش همین شد. کی این کارو کرده است عقلم نمیگیرد. همه او را دوست میداشت. کسی را ناراحت نمیکرد. خدا رحمتش کند. به اینجا نگاه کن. کسی نمانده است. اکنون تماما تنهایم. کسانی که اشک چشم ریزانده بودند بعد 2-3 روز فراموش کردند. لیکن من یک عمر فراموشش نمی کنم. به شما وعده می دهم که قاتل را می یابم. این کمی هم باشد مصیبت و غم گران شما را سبکتر می کند. که ها را دستگیر می کنی؟ به مثل ابراهیم صدها و حتی هزارها هستند. کدامی از آنها را دستگیر کردید؟ همه‌شان از من و تو دیده به راحت‌تر گشته ایستادند. شما چی کردید؟ تماشا کردید.
ошно инҷо чӣ кор дорӣ? интизор шудан дар кор, интизор. ошно ба ман дурусттар фаҳмо. дар зери борон нестем. ман ҳеҷ чизро намефаҳмам. аҳмақ чӣ кор мекунӣ? ин ҷои шӯхӣ нест. албатта шӯхӣ нест, марговар аст. توبه سلاح دارد ошно силоҳро дар ҷояш мон. ягон бало сар назанад. ҳамаро ба по хезондӣ. чангу ғубор ба осмон расид. аҳмақ, киро фиреб мекунӣ? киро? ис чӣ кор мекунӣ? акнун дардатро ба масъулини дӯзах мегӯӣ. خلطه اخلاق اینقدر وزنین بودی. خلاص شدی. ای احمق، تو با کجا نگاه میکنی؟ خدا جون ایستا 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 میگویم. نگریز. یاری دیه التماس یاری دیه نگریز، میپرانم. نگریز. ایستا. шуд фаҳмо. ҷасадеро дар истгоҳи илмалӣ ёфтанд. ба яке аз ҳамоишгарон монанд گویا будааст. ببینیم. خدایا مرو نجات ده دیگر مادرم رو فریب نمیدیم. ایستا میگویم. خدایا مرو نجات ده میپرانم. ایستا ایستا. گریختن میخواهی؟ сардорам براری کار باشید. сардор این همان آدم. маълум ки ӯро худашон куштаанд. اینها قاتلان بیروهند. در این جان ذره مرحمت نمیشد مگر. одам пашаро куштанӣ шавад ду маротиба фикр мекунад. ҷонро худо додааст онҳо сардор ино аз ҷай бош баромадтар шудаанд аммо хонда мешавад. اینها حساباتند. бале сардорам суратҳисоби таваққуфгоҳ кадикое навишта шудааст. دیگر چیزی هست؟ не сардор мо кофтуковро давом медиҳем. сардорам мо шоҳид дорем. از ماشین فر اومدم بعد ریشتار با سلاح دیگرش رو پرون. اکای پلیس مرا دیدو داشتن شد اما داشته نتوانست. از قفایم دوف پرون اما کشته نتوانست. این کودک است؟ ин шоҳид аст сардор. таъқибаш кардаасту аммо дастгир карда натавонистааст. دستگیر میکرد اما من خودم را به مرده انداختم. فکر کرد که تیر به من رسید. آفرین شهر بچه. تو زیرک بوده ای؟ اکای کمیسر تعریف نشود و مرا همین خیلی میشناسند. نام تو چیست؟ نامم سلیم اکای پلیس. او را بینی میشناسی؟ сардор салим чеҳраи қотилро дидааст. рассом аз рӯи гуфтаи ӯ расмашро мекашад. майдаак хуб астӣ? мехоҳӣ туро ба беморхона баранд? لازم نه من خوبم. марҳамат сардор тайёр шуд. همین. تشکر بچه ها. саломат бошед. اکنون کارها را از پیشتر دیده باز هم تستر باید بینیم. همه را آنجا دیدم میخواهم. итоат сардор. фаҳмидем сардор. ба фикрам бояд ба таваққуфгоҳ равем.
бале вақтро бояд аз даст надиҳем. ҳикмат лабай сардор гӯш кун, ба ҳар ҳол кӯдакро ба духтур баред, ягон ҷояш лат нахӯрда бошад, баъд ба хонаашон мебаред. меҳрубониҳоятонро аз ӯ дур накунед, бубинед ки боз ба ӯ зиён нарасонад. итоат сардор. зудтар бошед, зудтар. саим, худатро эҳтиёт кун, барои кӯмакат миннатдорам. ҳеҷ гап не сардор. набошад биёед, рафтем бачаҳо. дигед боз дар байнамон аст. алло, бар куҷои бародар? не сардорам, ман гум нашудам. ман дар боғчаи кӯдакон барои гирифтани фотиҳа омадам. маъзарат сардорам. сардорам, ман ба шумо кай дуро гуфтам? як дақиқа. сардорам, агар бовар накунед, марҳамат, бо мураббӣ гап занед. марҳамат. сардорам маро мепурсад. ба ман бовар намекунад. шумо гап занед. алло, лабай сардор. бабахшед оғои сардор. оғои йигит ҳамин ҷо. бачаашро монда буд. барои бабахшед оғои наҷиб. ҳамаро шарманда кардам. ба гап гиред. фотиҳа дар куҷост? он утоқ шуд. ба гап гиред. илтимос. оғо то дар ин ҷо чӣ кор мекунӣ? мехостам фаҳмам ки ҳисси падарӣ чӣ гуна бошад. ман тут мегӯям ту бед мефаҳмӣ. падар, сар накунед. ҳоло шумо бисёр чизҳоро намедонед. ман чиро намедонам духтарам? ту бо забони худат ваъда дода гуфтӣ ки намебинам, гап намезанам. бояд ӯро медидам. боз фишорам баланд шуд, дилам танг шуд. ту маро мекушӣ, ба падарат раҳм намекунӣ. хайр чӣ кор кунам? барои шумо шуда худамро ба оғӯши Фаррух партоям. бале, ӯ лоиқи хонаводаи мо аст. намедонам чӣ кор кунам. ман йигитро... вой, доктор. падар, ба шумо чӣ шуд? мемирам. як лаҳза, ҳозир ман духтурро ҷиғ мезанам. медонам бо ту чӣ кор кунам. ту дар куҷо диде ки шағол ба шербача падарӣ кунад? бо дасти ҳаромат кӯдакро олуда накун. ин хел гап назан. кӯдакро мегирёнӣ. ногоҳ аз дастам афтад, ягон ҷояш дард мекунад. агар ба бачаам зараре расонӣ, зарар он тараф истад. ҳатто агар фикрашро кунӣ, мағзи саратро пош медиҳам. мегӯянд ки саги акозан намегирад. ту доимо ҳав мекунӣ. дигар ҳунаре надорӣ. ин корҳо манфиати тарафайн мехоҳанд. ту дӯст доштаи маро аз дастам гирифтӣ. дастонам бошад бекор мондаанд. дастҳоятро мешиканам, ангуштонатро якояк меканам. савганд ба рӯҳи шаҳидон. хоп, гӯш кун ба ман. кӯдакро де. шумо ва шумо бар инҳо ба ҷонам задаед. маро мефаҳмӣ, мекушамад. лекин танҳо бо куштани ту кор тамом намешавад. шариконатро ҳам мекушам. баъд тамоми он нафаронеро ки ба мағзобаи ифлоси ту ғӯтиданд нобуд мекунам. ҳатто шахсонеро ки ба ту салом медиҳанд нобуд мекунам. вой, ин чӣ суханҳост саркамисар йигит? моро таҳдид дорӣ? ман عادت تهدید کردن ندارم جناب فرخ. من روی راست عمل میکنم. خودش چی گپ؟ این چی احوال است؟ خدا شفا دهد. تشکر. ملکه دخترم آخرین بار وعده ده. وعده نمیدیم پدر. هر چی خواهید میکنم. چی قدری که خواهید در بیمارخانه نگاه بینتون میکنم. اما وعده نمیدیم. دخترم التماس میکنم تو چرا مرا نمیفهمی؟ مرا ببخشید پدر. این رو از من طلب نکنید. ملکه با کجا میروی؟ پدر کمی پیشتر میمیرم گفته بودید. اوه دلم باز به درد در آمد. پدر مادامی که این درد رفت و آمد دارد تا بیگاه صبر کنید و بعد اگر خواهید باز بیمار شدن گیرید. راضی هستید؟ اینجا رو ترک کنید وگرنه پلیس رو جیغ میزنم. چه خیل پلیس خانم؟ بهتره شما با باغ حیوانات تلفن کنید. این شغال از قفس گریخته است.
دیر یا زود به دستم میافتی. خیر میبینیم. خانم مرا ببخشید. قریب فراموش کنم اگر سرخوت مانده باشد به این شغل دهید آرام می شود. بیا بچه جانم، بیا جانی پدر، بیا شیر بچه. مسئله رو حل کردم اپا، خواطر نشوید. جسد رو به دریا پرتافتم، کسی نمییابد. پلیس چخیره که دفعی گذاشته خوب شده است آقای هلدوش. چون این خبری دروغ رو من چاپ نمیکنم. تکبیر گفتنی قاتل رو غیر از روزنامه ما دیگر یگان روزنامه نمینویسد آقای هلدون. آنها حتی مقابل سخنهای شاهدان میبرایند، میفهمید؟ مبالغه هم حد و کنار داشتگی است. رعنا خانم، این روزنامه سرچشمه های دقیق دارد. تنها شما سرچشمه نیستی. آنچه من میگویم باید اجرا شود. هر سرچشمه ای که باشد دائم ضد حقیقت است. سبب در چیست؟ حادثه رو ما از سر میگذرونیم، پیگیری میکنیم، در میدان ما هستیم، لیکن این چگونه سرچشمه است که حتی در جای واقعه هم نیستند و آن چیزی را که میبینند و میشنوند حتی شاهدان واقعه نمیدانند. شما در آغاز کارمون تاکید میکردید که قلم میشکند اما فروخته نمیشود. فراموش کردید. حاضر چی بحث شد؟ لطفا جواب دهید آقای هلدون. گوش کن رعنا، به پدرت اعتماد داشته باش، خطا میکنی. پایت را به اندازه گلیم دراز کن. پدرم در اینجا چه علاقه دارند؟ من در طول حیاتم با قوه خودم راست ایستادم. یگان بار پسی کسی پنهان نشدم. تو در اینجا موقع مرا تنگ کرده مرا با دیگران همراه نکن. کاسلیسی دون بردار. تو شکر گوی که دختری آقای سوها هستی، وگرنه من میدانم با تو چیکار کنم. صبر کنید. نیست رعنا آروم باش. به من کاردار نشو. رعنا، جواب این رفتارات را خواهی داد. کسی با من چون رفتار نکرده بود. حالا که تو یک مخبر چی؟ آقای هلدون. رعنا بس. ملیکه تو در اینجا از کجا پیدا شدی؟ ایستا! ایست! نگریز! سرده! بپرونم! نزدیک نشوید! کولت را میکشم! خاموشی شه! تیز! شد برو باش! نزدیک نشوید! بپرونم! نزدیک نشوید! کولت را تیز! زود! حی کن! تاکسی ایستا! تاکسی ایستا! ایست پلیس! گذر! دیوانه نجم! زودتر! از پایم شدن کو! گاز را زیر کن آخر! این ماشین تستر نمی رود مگر! من نو شهادتی رانندگی گرفته. آرامیست! خاموش باش! حاضر هر دویتان را میپرانم! وای میپرانم. این دیوانه رو ببین. دختر را دزدیده است و باز میپراند. و مادامی که دختر را دزدیدی باز چرا میپرانی؟ مادامی که میپرانی پس چرا دختر را دزدیدی؟ جوان مردیت همین است؟ توبه کردم خدایا، یمون با عقلش ها نخوردم. همشهری خاموش ایست، خواهش میکنم. وای تو هم از ترابزانی؟ خاموش ایست، بسیار گپ نزن. آقای پلیس شما هم پرانید و ما را پرانده میکشد. چشمانا نمیبیند درون ماشین دخترک است. میمدو با بچه ها گپ زن مانع ماشین شود. از درسون به همه راننده ها حاضر من با پلیس ماشین را تعقیب میکنیم. تعقیب کبرا از کدیکای به سوی حسن پادشاه میرویم و تمبل یونس ادریس باقر باید راه را بندم. برادر تو چیکار کرده ایستوده؟ این کاری پلیس است، تو کاردار نشو. کاردار نشود چی؟ ما هم فرزندان همین وطنیم. پلیس همه هستی ماست و کمک کردن وظیفه اولین درجه ماست. همه درسون ها پلیس هم به شما مرمی. برادر این کار با خودش اصل و آداب دارد. تو جان شهروندان را در خطر میگذاری. هیچ چیز نمی شود. میبینیم بچه های ما آنها را دستگیر میکنن. اگر دستگیر نکنن انا در همین جا نویز. من دیگر رقص نمیکنم. خدایا نمیفهمی هوشیار است و دیوانه. بچه ها شما چرا خاموشید؟ آخر ما روزنامه‌نگار هستیم یا عسکرانی پولکی؟ میفهمم همه خونه و در داریم،
اما غرورمون کجا شد؟ اخلاق وظیفه کجا شد؟ چیکار کنیم رانا؟ ما قابلیت نشون دهیم از کار میراند. باز در همین وقت و ساعت پس از ترس گرسنه ماندن باید چرچین فروش شدیم. نخود قدر و قیمت انسان اینقدر ارزان باشد. التماس خواهان برداشته از اینجا بروید. شد فهمو میبرویم. خودش چی گفت؟ یک دقیقه. اگر نبرایم چی کار میکنی؟ آنگاه شما رو مجبورم میبرم. شما هم خانم بروید. سردید. دوباره نبینم که به دوگانه هم دست رسوندی. فهمیدی؟ فهمیدم. نبینم. رفتیم رانا. حاضر یک دقیقه. آمدم. همه رو کویل کردی. با من هم یاد ده. یاد میدی با من هم؟ یاد میدیم. فهمو درسون. فهمو. اگر انصاف رو محکم کردید. آماده است. فهمو بچه های ما راه را محکم کردن. حاضر در تنگ جایشان میکنیم. شما با خواست خودتان کار کردید، این خوب نشد. این ضد قانون است. چون این کارها ضد قانون حساب نمی‌یابد. این خیلی خوب است. راه را بستند. راه را بستند؟ راننده ها؟ اینها از کجا بر اومدند؟ نیست گز را زر کن. آخر با آنها بر میخوره. زر کن گز را گفتم احمق. خرگوش بر این میگریزند. گز را زر کن. گرفتیم بچه ها. رفتن نکن بچه ها. گرفتیم بچه ها. راننده ها ماشین هایشان را گرفتند. اینها چیکار کردنی هستند؟ چرا راه را بستند و باز کشودنی هستند؟ دسته ما کجا شد؟ نکشاید بچه ها، نکشاید. راه را نکشاید. آب رو را پس نکنید. گز را زر کن. چی کار کردید شما؟ همه نقشه ما رو ویران کردید. آب رو را پس کردید. من به شما چی گفته بودم؟ راه را نکشاید گفتم. مرا شرمنده کردید. تمام. فهمو آرام باشید. آرام. همه آرام باشید. ماشین رقمش 34 مرا درست فهمید. میدونید که در این دولت مردم زیاد از صدمه ها جان میدهند. این با پررگی ندانستن کمک اولین درجه می باشد. برادرها ببخشید، ما تنها خواستیم به شما یاری دهیم. رفیقان، این رو فهمیدم ممکن. شما مرا درست فهمید. نخود. من از شما میندارم. تشکر به شما. اما اگر همه شهروندان چنین کنند چی می شود؟ خدا از شما راضی باشد. نیت خیر دارد میدانم. اما هر کار اسلوب خود را دارد. اگر خدا نکرده با آن بیگناهان یگان چی میشد بچی؟ دوباره خودسرانه میل کاری نشوید و حیات دیگران را در خطر نگذارید. فهمیدید؟ انیق شد صاحب توقفگاه کی بودنش؟ فرخ؟ قریب گفتید. اما از فیفی بوده است. همون فیفی رو یک خبر گیریم چی؟ از آقای یحیی زکی امریکا باید گیریم. سردارم زنگ زدیم. گروه ما را از اینجا آزاد کنند. و راست به اونجا می رویم. این مراتب گیت هم باشد وگرنه لجامش رو میکشم. فهمو سردارم. با فکرم او دیوانه است. در روی برایم راست ایستاده میگوید که این خبر رو پخش کن. نه این خیل میکنیم و نه آن خیل. با من کار نشان میدهد. این آدم چی درد دارد که رسای آخر فقط در سرش فکرهای بد است. خدایا توبه، بی تربیه بوده است. چی شده است آچه؟ کی به تربیه بوده؟ آنها که گپ زدن نه خودی پیش قشق نشم. ملکه جان گپ زن چیکار کردی؟ با یگید مناسبتت چی؟ نپرسیده پای هنر. پدرم سخنهای قبیح گفتند و یکیت از من خفه شد و او حق است. با خدا اپا جون چنان ما رو تغییر کرد که خیریت گوی چه شما نشونید. نه در ماند و نه در روزه. خواستم صحبت کنم اما در رو برایم پوشید. چرا؟ با او چی گفتی؟ گفتم هرچی در دل داشتم آشکار رو با او گفتم. چی گفت آچه؟ تو خوراکت رو خور؟ این گپ ها به شما دخل ندارد. نه خودی پیش قشق نشو. شد آچه. تو از چی گفتی؟ من هیچ چیز رو نفهمیدم. با یکیت گفتم. ملکه مرا دیوانه نکن. چی گفتی آخر؟ کشاد و روشن گفتم که همین خیل. یعنی اظهار محبت کرده؟ بله همین طور گفتم. وای توبه، در دنیا چی گپ ها رفته ایستاده است ما بی خبر. چی رو نفهمیدی؟
هیچ کم نی اپا جون در اومده سخن گفتم باز چی گفتی ملیکا؟ من خیلی گپ زدم اما او سخنی نگفت. دختری زیبا تو کاری نادرست کردی. آخر جانبی دختر نوربانو دادرت را گیر و زود به خانه رو. من از پستان میایم. اوچا جون نوربانو اوفه گیر. اوف دخترتان اول به اداره روزنامه رفت بعد با رنا اینجا آمد. فهمم. من ملکه را گرفتم میایم شما اینجا باشید. خوب شد سردارم. دختر تو بسیار کاری خطا کردی. جانبی دختر باید قیمت خودش را داند. عرف و عادتمان همین است. همه این را دیده ایم. نجیب در طلبی من عذابهای سخت کشید. به خدا بسیار عذاب دید. من عرف عادت رو نمیدونم. چیزی که در دل داشتم همان را گفتم. چی شد رنو؟ چی یکی آمد؟ پدر شما در اینجا چی کار میکنید؟ فیفی تا امروز احوالمان چنین تنگ نشده بود. دوستهایمان را یکایک به حبس میگیرند. بعضی کارمندان اخبار عامه فاش شده ایستادند. سردارم حتی در حبس بوده ها بیرون بوده ها را فروخته ایستادند. میگویند که ما سوختیم شما هم سوزید. خیلی افسوس. مجبور هستیم که برای حل مسئله نقشه های نوی کشیم. از همه بهتر از نقشه های کارهای سیاسی نامعلوم و شرایط کار تکرار راه اندازیم. در پیش انتخابات، عید نوروز، حادثه غزا، حادثه قزلدره، هفته شهیدان، یکمی مای و دیگر جشنها را استفاده باید برد. برای همه گونه اعتراض سبب هست. دموکراتی و حقوق گفتن و اداره کنی در دست پادوان ماند. اگر این کنها را خوب استفاده بکردیم نه دموکراتی میموند و نه حق و حقوق انسان. نه دسته بماند که به سوی ما دراز کرده شود. این احوال مرا هم ناراحت کرده است. این ژنده پیشان قشلاقی بیعقل مقابل نقشه های ما برآمدند. عجیب کار همین که مردم با آنها باور میکنند. البته باور میکنند. آنها کودکان خود را نمیخورانند. فرزندان مردم را میخورانند و میپوشانند. دانشگاه های ترکیه کم بود که به امریکا و اروپا روان میکنند. میخوانانند. اما ما باشیم فرزندهای خودمان را از طرف خانه‌های اجلاس برآورده نمیتوانیم و میدان را به آنها میدهیم. کار را از چی سر کنیم؟ با دوستان شمال و شرق در تماس شویم تا در انتخابات به حزب گروهی تروریستان آواز دهند. جدی میگوید سردارم؟ البته. کارهای ما چقدری که تشکیل کنی همان قدر خوب می شود. کشور تقسیم می شود و آواز ما بلند می شود. محدودیت که پیدا شود البته غوغاها به تاثیر نمی مانند. شاهان آمد میخواهد شما رو بیند. شاهان؟ او در اینجا چی کار دارد؟ بعد میبینیم. فوراً بوده است. رفته کارت را بین. من انتظار شده میتوانم اما کار انتظار نمی شود. خب سردارم. چرا اینجا آمدی؟ با کدام جرأت؟ در اینجا یک مهمانی مهمی دارم. به حاضر من همش رو میفهمونم. پلیس ها به توقفگاه زده در آمدند. به زور از دستشان گریختم. یک زن را با دخترش گروگان گرفتم. قریب بود که مرا دستگیر میکردند. پلیس ها گفتی؟ معلوم شد که فهمیدند. برای بردن تو آمدم. تو نباید در جای نمناک و افلاس ایستی. نمناک؟ افلاس؟ نگاه کن. این خانه از خانه تو تازه تر است. راست میگویی. اینجا بوی روغن هم میکند. تا آمدن تو بوی گل میکرد. خونه را با التماس آروم شوید. راگر میرویم. با اینها رفت آمد کرده با آنها مانند شدی. دیگر طاقتم نماند. اپا هنر اپا شما چیکار کردنی اپا؟ خدایا پدر. ملیکا زود پدرت رو از اینجا گرفته رفت.
زود از دکان برادر شو. اپا خدایا شما چیکار میکنید؟ باورم نمیآید که پدری همین دختری. پدر باز همه رو رنجاندید. از پشت شما شده دویم در پیش همه شرمنده میشوم. ببخشید اونه را په ببخشید. تو را تعقیب کردند؟ نه پسره بهشون دادم. دیوانه حاضر من به نوع انگشته چی میگویم؟ مبادا اینجا نگویم. اپا از کجا میدانند که اینجا آمدم؟ گفتم فره بهشون دادم. آقایگی در آخر قدم رنجه کردید. ببخشید سردارم، از دیدارتون خیلی شدم. جورا جون با مرکز رفته بودی؟ بله رفتم. من با بچه ها یک جای آمدم. ها اجازه در دست من یک باره هجوم میکنیم من سردارم. یا الله، این آدم پلیس نه قماندان خودکشاست. در رقیب است. تو جزا داری. مرحمت چی میخواستید؟ چیزی نمیخواهیم. یک رفیق رو گرفته میرویم. امروز کسی نیست، استراحت است. نخود نگاه کن اینجا چی نوشته شده است. پلیس. ما یک داریم چی؟ برابرانت بگو آنها را خبردار کن وگرنه به زوری میداریم. با اپا بگو که بیگانه ها آمدن بدری پیش براید. سردارم چه جایی گم صدا میدارم برادر دست رو گیر دست رو میگم گیر. بله اینجا تیخه است. من هم کلبایم. چی؟ ناراضی؟ اپا پلیس ها در پیشی دارند. اجازتی در آمدن ندهید. فهمو اپا. یه همه دیوانه پلیس ها رو به سرمان آوردی. باز مهمون عالی قدر در همینجا. این احمق رو برآورده یگانجا پنهان کنید. من به نزدیک پلیس ها میبرایم. این را گم کنید زودتر. بیو کنید دستت رو به من ده. دستت رو تیز به من ده. رفتیم پدر رفتیم. بی تربیه خودش رو کی میدوند؟ چرا تو مرا نگاه داشتی؟ میماندی قهرم رو میبرآوردم. رزیل ما را تحقیر کرده رفت. چی کار کنیم؟ او یک دیوانه است. از خاطری ملیکه هم گذشته نمی شود. دیده چقدر غمگین است. خاطری ملیکه نمی شد من چی کار کردنم رو میدونستم. اپا با خدا من از شما ترسیدم. وقتی که با جارو به حمله کردید به شما یک کلاه نمی رسید. کسی که ما را احترام نمی کند من با او آداب معاشرت را می آموزم. رفتیم. چی میخواستید؟ نفری رو جستجو داره. نفری که رئیس ناحیه رو کشته است. خب اما با من چه علاقه دارد؟ او را مراتب آخر در توقفگاه کدیکای دیدیم. توقفگاه از شما بوده است. ممکن یکی از کارمندان باشد. شما ادعا دارید که رئیس ناحیه رو من به قتل رسانیدم. ادعا کنیم یا نکنیم این کار ماست. اگر او همینجا باشد پس فکر پنهان کردنش نکنیم. باید در آمده کابیم. تا اجازت نباشد در آمده نمیتوانید. کجاست اجازتی کافت و کاب؟ اجازتی کافت و کاب، امری شانه زدن، امری تعقیب کردن و حتی امری شکستن بینی هم هست. میتوانی ببینی. خوانده میتوانی؟ عظیم سلیم شما از عقب روید. بچه شما با من بیایید. شما با این طرف. شما عقب رو دیده برای فیفی کی آمد؟ مأموران دولتی اشتباه شده است. کسی رو میکوبند. مانت کافتن گیرن. آنچه که قانون میخواد ما همان رو میخواهیم. یگید ممدو شما اطراف رو چر زنید. خوب نظر کنید. اطاعت سردارم. جورا جون این آدم کی باشد؟ نمیدانم. از افتشگان بالانشین است. با فکرم شما نجیب سردار هستید. معلومه شاید که میشناسید. با کی شرمنده صحبت هستم؟ من یک شهروند عادی هستم. می توانید احمد هم گویید محمد هم. شهروند عادی؟
ё шумо шаҳрванди одиро надидаед ва ё дар ин кишвар нею дар осмон зиндагӣ доред. دوستم اینجا بیو. این آب را ببین. آب از کجا؟ رفتیم فیفی خانم و تو یک خبری بده دارم. یک وقتا نفر خود را شیخ گفته دعوا میکرد و فعالیت او را ما آشکار کردیم. بله دستگیر شده است. من هم شنیدم. خوب، حتی در فروش مالهای نشأه آور. در اصل اولها او شرکت نداشت، تنها شاگردهای شرکت می‌ورزیدند. اما در این دوره نفرهای دیگری هم بودند. آنها سیاهکارانه بودند. وقتی پرواز از عقبشان افلاسیشان را میمانند و دستگیر میشوند. آقای نجیب، آدم ها جاهلند. افسوس که به همین گونه آدم ها باور میکنند. من با شما هم فکر نیستم آقای احمد و یا محمد. اکنون مردم هم با عقل‌تر شده ایستادند. فکر میکنم که آنها سیاه را سفید فرق میکنند و در اعتماد احتیاط کار میباشند. با تمامی هستی به فکر شما راضیم. برای دموکراسی و آینده درخشانمون این گونه آدمان خطرناکند. در خطر از آنها دیده نفرهای شرکت دارند که بیشتر بالانشینند. در این میان یک نمایش و ساختکاری است. و آن نفرانی که امروز امتیاز دارند پگاه میتوانند آن را از دست بدهند. همین خیلی نه آقای احمد و یا محمد؟ البته خطری اساسی از آنهاست. امیدوارم موفق شوید. اگر اجازه دهید قصه برایتان نقل کنم. مرا ببخشید، وقتی گوش کردن حکایه ندارم. نصیب دفعه دیگر. پلیس! او در اینجا بوده است. هم فکرم، اما این جور جان بسنده نیست. او را باید یابیم. دوستم، او عمیق در همین جاست. رفتیم. زودتر پلیسانو دیده از اینجا گم شو. فیفی خانم گفت که امشب او را در تالار سقابوز انتظار شوی. زودتر دیگر لباس نبود مگر؟ زود گم شو از اینجا. سردارم، شخص شپناک را نیافته. مطمئنم که در همین جا بوده است، لیکن اینها رو با امنیت میبرم برای تشخیص کردن. خوب فیفی خانم، حاضر همین قدر. امیدوارم که با شما باز روبرو خواهم شد. همیشه انتظارتونیم. از همکاری با نوکاران نفرت میکنم. کجا شد این شاهان؟ از در عقب گریخت. کارش رو تمام کنیم. آن کار را من حل میکنم. اساس همین که نجیب با این رفتارش سرمان را گرنگ میکند. نمیبینی که سخنهای از خودش بلند گفتن را سر کرد؟ برای او یکون فکر کرده اید؟ فیفی مرا نه برای آن نوع انگشته میگویند که یک انگشت کم دارم، بلکه برای آن میگویند که در هر یک انگشتم 99 معرفت است.
خدا ببخش که عالمم رو از تو گرفتم، ولی میبینی به تو سر و حسابم را گم کردم. الو الو یگیتین تویی؟ یگیت میدونم که این تویی. چرا گپ نمیزنی؟ میدونم که از من رنجیده ای. خواهی تا سحر خاموشیست یا اینکه داد زن، جنجال کن، چیزی که خواهی کن، حق داری. لیکن من همه چیز رو برایت آشکارا گفتم. التماس به من امتیاز ده. به من باور کن. من تو رو الو شام بخیر. تو در اینجا چیکار میکنی؟ برای زیارت بیمار آمدم. یگان اعتراض داری؟ احوالت رو بین. باید تو رو زیارت کنند. خواهی برای تو هم جایی تیار کنم؟ در پهلوی پدرم خوب میروی و بیست یکدیگر را تماشا میکنید. آقای فروخ خوش آمدید. پدر نگاه کنید، آقای فروخ رو نقش و نگار کردند. برایش مهر گذاشتند که آدم شود. کاسه صبرم را لبریز کردی. لیکن من میگویم که در عملیات آینده کلت هم نمیماند. برای آسانی کار میگویم. همین در نیست. دخترم تو این رو از کجا میدونی؟ ایلین خانم گفتن برای دیدن حادثه پولی کلان میدادن. دخترم با آقای فروخ یگان نوشاکی فرما. مرحمت شینید آقای فروخ. همینش نمیرسید. با اجازت شما. چقدر که میخوایی ناز کردن گرده یا زود در پیش پایم میافتی. اگر زیر پایت افتم برای تو خوب نمیشود، چون که از بوی پایت میمیرم. گوش کن مرا. ایستا چیکار میکنی؟ کسی را که میخواهی. این معلومات را از کی گرفتی؟ انگور را خور و باغش را نپرس. گوش کن مرا. اگر در این کار یگان بازیه باشد، اگر او در کارت نباشد پس پرونده را به من ده. نخواهی اختیارت. باز گم شد. این سایه‌ای که باشد. اگر یک باری دیگر به من دست رسانی یا بینیت رو با کاری من خلونی، بینیت رو میکنم. فهمیدی؟ ملکه درد کرد. تو امتیازات رو کم کرده ایستاده ای. من از دخترهای تو میگفتگی نیستم. این رو در مینه جا کن. حالا
تو که در بیمارخانه بنیت را به دکتر نشونده. این کاری کردت مرا بیشتر خشمگین میکند. تو را در پیش جسد یگید میپرتایم و روبرویش نشسته شرابم را مینوشم. بعد میبینم چی کار میکنی. من میروم. تو آرزو کردن رو دوام ده. در این به وقتی زیارت قبرستان بسیار عجیب. وای عجیب، کاری سایه را ببین. دادا من کتاب انتخاب کردن نمیتوانم. دخترم در بین همین قدر کتاب به خودت کتاب جدا کرده نمیتوانی؟ نمیدونم دادا. شما در سین سال ما چی میخوندید؟ و خدا در وقت ما کسی راه بلدی نمیکرد. امتیاز انتخاب کردن هم نداشتیم. در دستمان چی میافتید ما رو میخوندیم. اگر راه بلدی میداشتم کتاب های خوبتر میخوندم. انا در همین وقتا به کارم نفع میرسانید. از جمله همین 2-3 عصر گذشته را خوب میدانستم. کارم خیلی خوب میشد. انا حاضر از دوادب زیاد وقتی خواندم قریب که نمییابند. دادا نگاه کنه چی افتم. بچم دیگر اگون چیز نیفتی به این هم میدان پر از حکایه های وحشت آور. یا اون کتابی فایده آور نمیتونی انتخاب کنی. چرا دادا؟ حاضر برایت یک کتاب انتخاب میکنم. در آنجا کتاب های عمر سیفیدین هست. او کیست؟ کی هست؟ در سین و سال شما معلممان همه کتاب هایشون رو با ما میخوان. شما در مکتب چیکار میکنید؟ دادا اینها وقتای پیش بودن. همین حال اینها هستند. از زمکی عمر که مرده است برای ما چی فایده؟ آفرین. درخت برشه راست ایستاده میتواند؟ نمیتواند. ببین برگ های درخت میوه‌دار هر سال یک بار میریزد؟ البته میریزد. پس در فصل بهار چیکار میکند؟ برگ میکند، گل میکند. درختی که فصل زمستان گویا که مرده است در بهار زنده میشود. برای ادامه کارش برای درخت ریشه‌اش نقش نمیبازد مگر؟ فهمیدم دادا. من همان اما که عمر مرده رفتگی گفتد برای ما ریشه به حساب می رود. برای دائم زنده ماندن و چون بهار زندگی کردن باید با ریشه فرهنگی همون ارتباط داشته باشیم وگرنه خوش شده می رویم. من اکنون بشتاب اگر خواهی که در پایت ایستاده توانی فکر میکنم که میدانی که چی باید انجام بدی. فهمو؟ فهمو دادا فهمو. نجیب نگاه کن در این کتاب طرز پختن لازانیا نوشته شده است. لازانیا؟ ها زنک از برای خدا مانیده میگه برو. کتابی آیدی خراب شده نیست مگر؟ تو از اون گیر. دادا توبه با این سخنت چه گفتن میخواهی؟ نه برای خودم برای یکی تو رانا هم فایده آور است. میخیلی؟ راست میگوید. اکا یگید روز تا روز فربه میشود. آنچه که دیدی حیرانت کرد. حیران نشو. میدونی برای چی اینجا هستم؟
зеро ман дар ҳаёт танҳо ба мурдаҳо бовар мекунам. маълум аст ки раҳматӣ бисёр чизро медонист. агар ин сирро ба ман нагӯӣ, туро ҳам дар бари ӯ гӯр мекунам. инҷо хоб буда мард диван нафарест ки истихборотчии ҳамаи замон буд. албатта то он вақте ки болобудаҳо ӯро ба замин зада афтонданд. ҳамин одам маро ба воя расонид. устодам буд, падарам буд, ҳама чизам буд. корманди давлатӣ буд? бале, як вақтҳо, то он вақте ки ин разолатро бо чашми худ дид. баъд сардорамро истифода карданд. яъне ту ҳам яке аз қурбониҳои навбатӣ ҳастӣ? барои ту як гап гӯям. баъзе кормандони давлат барои ватан ҷонашонро фидо мекунанд ва баъзеашон дар ғами ҷони худашон ҳастанд. намехоҳам инро қабул дорам, аммо бо чашмони худам мебинам. яъне чӣ тавр? рӯзе фарзандони шаҳидонро ба яке аз марказҳои ҷамъиятии иҷтимоии худамон бурдам. дар 40 сол як бор хостанд ки дар ҳавзо бозӣ кунанд. ҳамаашон кӯдакони бечора, ҳамаашон бо таби болида буданд. то пеши ҳавз омаданд, аммо моро иҷозат надоданд. зеро арӯси амрикоӣ яке аз болобудаҳо ба ҳавз медаромадааст. барои ҳамин маҳкам будааст. ин вазъиятро ба кӯдакҳо фаҳмонда натавонистам. бо масъулони он ҷо ҷанҷол кардам. маро ба зур берун карданд. ҳамин ҳолат косаи сабрамро лабрез кард. ман ҳам аз кор баромадам. пас ҳозир чӣ кор мекунӣ? фикр мекардам барои ин ватан кор карда истодам. пас он фаҳмидам ки барои дигарон қурбон шуда истодам. ҳеҷ набошад коре намекунам. аз ҳамон замон то ин дам дард дорам. маълумот ҷамъ мекунам, аммо танҳоям. тани танҳо бо аждаҳо ҷангидан намешавад. намешавад. танҳо нестӣ. ман бо туям. дер боз туро назорат мекунам. ба мисли ту ватандӯстон бисёранд. бо мурури замон бо онҳо иртибот кунем. боварӣ дорам ки дастгирӣ меёбем. аммо то имрӯз ба додам танҳо ту расидӣ. ин ҷоро танҳо ҳардуямон медонем. ту маълумотҳоро ҷамъ кун, боқӣ кори ман аст. аз ин пас мо рафиқони ҳамсафарем. ин сир байни ҳардуямон мемонад. ҳозир рафта он сагро ба ҷои лозимааш равон кун. зуд бош, наист. пулро ҳам аз даст додӣ. ин моҳ азоб мекашем. кошки намегирифтам. خانم کتاب خرید در چارچوبه اصراف داخل نمی شود. یک چیز دیگر رو گویم که پولهای خیری گرفته برگشت. راست میگویی؟ خرسند شدم. مرحمت گیرید. لطفاً 42 لیره. مرحمت گیرید. تشکر. نجیب شنیدی که پول برگشته است. اکنون چی تو را ناراحت میکند؟ من باید احتیاجاتی دکانро گیرم. 100 لیره درهم. بسیارتر لازم است. گیر این را. مرا کاردار نشو. این را همچون قرض میدیم. باز طلب میکنم. جناب یک دقیقه این را افتونده. تشکر. خیلی مینت دارم. تشکر. شب بخیر. آفرین، کاری خوب کرد. چی خیلی که نو انگشته فرموده بود. مسئله حل شد. بیاید رویم. کسی ما را نبیند. بیاید می رویم.
تو خودت کی هستی ها؟ من عجلی تو هم کنی رفت خاموش برخیز احمق برخیز راه گرد تو کیستی؟ خاموش من آدمی در کاریم رو یافتم و تو کاری ندارم من جزای این رزیل را میدیم تا مردنش عذاب میدیم فهمیدی؟ یکون گپی داری؟ یکون اعتراض داری؟ گپ زن چه اعتراض داری؟ گپ زن تمام فهمیدم راه گرد یک طرف ایسته به این طرف راه دهد التماس مرا سرده التماس البته که زاری میکنی ولی من کاری بد نمی کنم خواهش میکنم اکا ببخش سربچه تو آدم کشتی اما کودک را چرا کشتی گپ زن اکا همش رو میگویم همش نقشه فیفی بود با خدا آنها همش را آنها کردن پلی باز گناه را بر سر افراطگران دینداران و دیگرها بار میکنی آنجا تکبیر هم گفتی تکبیر هم گفتی آقا چقدر تکبیر من تو نمیدونم که خود تکبیر چی است همین خیلی فکر نکرده که عاقبت کارت چه میشود اما چیزی دانستم را برایتان میگویم نه من معلومات نمیخواهم من تنها مرگی تو را میخواهم فهمیدی؟ جان با جان خون با خون گوسفند جزای تو مرگ است تکبیر گوی نمیدونم تکبیر گوی میگویم نمیدونم اکا قسم میخورم نمیدونم این چی باشد؟ به خون مانند است؟ توبه خون استه؟ وای بچه ها زود باشید در اینجا جسد اویزان است بچه ها زود باشید با پلیس زنگ زنید بچه ها تستر اینجا بیایید بچه ها انا بینید در حقیقت جسد زود با پلیس زنگ زن اکنون شما راست به مکتب روید اوچه شما اول پر رو دیهید بعد مو میروید انتظار نشوید پول به همسایه میرسد اوچه این خیلی نگوید به همسایه که رسید به مو هم میرسد لا حول ولا قوته اوچه رمز عبور رو از کجا میدونید؟ از سالهای اویلا دور شوی البته میدونم اوچه؟ اوه این چی خودش؟ این رو بید دهشت است دهشت مردم را پراکنده کنید و را فرارید
шунавидем, Сардор. ёдоштемон раст. Кубинем чӣ навиштааст? гунаҳгор шоҳон демир барои куштани раиси ноҳия ва фарзандаш гунаҳгор дониста эъдом шудааст. дар сутун буда шоҳон аст. нишонаи азроил нишоне дар даҳон аст. худоё тобаи чист ба мисли чистон. ана қотил ҳамин аст. ҳамин одам шавҳару писарамро ба қатл расонид. Сардорам, ки кушта бошад? дар сарам як ном ҳасту, аммо каме бояд сабр кард. оча биё ба дадам занг зада сабабашро пурсем. инҷо хатогие ҳаст. маро ҳам дар ҳайрат гузошт. хонум, коратон зиёд аст, ман аҷала дорам. як лаҳза ҷаноб. оча нигоҳ кунед инро. дадам дар рӯзнома баромадааст. бачам чиҳо мегӯӣ? кадом рӯзнома? дада чӣ кор мекунед хонум? ин рӯзнома чиҳо мегӯяд? хоҳиш мекунам ҷамъ шавед, пароканда шавед, пароканда шавед. сабти камераҳо посибон нест магар? инро медонистам. нишонаи азроил дар даҳон аст. маълум мешавад ки азроил тери нуқрагин аст. сардорам, чӣ ҳодиса? нафаре чун байрақ дар сутун овехта шудааст. кӣ овехта бошад? ту дидӣ? инро бинед, сардорам. ин чӣ бошад? алло, ман ҳозир дар пеши дастгоҳи пулгирӣ, дар дастам рӯзномае ҳаст. хеле ҳайрон шудам, корҳои аҷибе шуда истодааст. ман ҳам бисёр чизҳои аҷиб дида истодам. маълум ки мо натавонистем. дигаре қотилро ёфтааст. ба мисли ӯ садҳо ҳазорҳо дар кӯчаҳо мегарданд. ин яке аз онҳост. вақти ҳамаашон мерасад. шумо осуда бошед.